15 اگست یا 11 ستامبر قبل و روز سقوط. ابعاد داخلی سقوط، ابعاد خارجی سقوط. پس از سقوط، حادثه سقوط نظام جمهوریت برای مردم افغانستان کم از حادثه 11 ستامبر در آمریکا نبود. این سقوط منجر به از بین رفتن حیثیت افغانستان در جامعه بین الملل شد. حمله آمریکا به افغانستان در پی حملات 11 ستامبر در اواخر سال 2001 رخ داد و اهداف عمومی آن از بین بردن القاعده و طالبان بود. Against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. ولی نه آنچنان می گفتند، چون بیشتر اعضای القاعده و طالبان دستگیر نشدند و با پاکستان فرار کردند و از آن کشور عملیات های خود طی 20 سال علیه نظام و مردم افغانستان را آغاز کردند. طالبان در طول سال 2021 به سرعت مناطق روستایی و شهرهای کوچک را تحت کنترل خود درآوردند. نیروهای امنیتی افغانستان در برابر پیشروی‌های طالبان نتوانستند مقاومت مؤثر نشان دهند و بسیاری از واحدهای نظامی با تسلیم شدند و یا بدون مقاومت عقب نشینی کردند. در آگست سال 2021 طالبان با تسلط بر مراکز و ولایات بزرگ مانند کندوز، هرات و مزار شریف به کابل نزدیک شدند. این پیشروی‌ها باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم و نیروهای دولتی شد. سقوط این شهرها نشان داد که نیروهای دولتی توانایی مقابله با طالبان را ندارند یا نمی‌خواستند مقابله کنند. همچنان در این مدت تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق سیاسی میان دولت افغانستان و طالبان به نتیجه نرسید و طالبان خواستار تسلیم بی قید و شرط دولت بودند. در همین روزها بسیاری از مقاومات ارشد دولت افغانستان و نخبگان سیاسی و اقتصادی از جمله فرماندهان نظامی قبل از سقوط کابل از کشور فرار کردند. این مسئله بعد تضعیف روحیه و اعتماد مردم به دولت انجامید. در صبح روز 15 آگوست سال 2021 طالبان به حومه کابل رسیدند، هرچند که در ابتدا اعلام کردند که قصد ورود به شهر را ندارند، اما پس از فرار رئیس جمهور اشرف غنی و برخی از مقامات ارشد دولتی از کشور، طالبان به سرعت وارد شهر شدند. با ورود طالبان به کابل، هزاران نفر از شهروندان افغان به سمت فرودگاه کابل هجوم بردند تا کشور را ترک کنند. تصاویر و ویدیوهای آشفتگی در فرودگاه کابل به سرعت در سراسر جهان پخش شد و این صحنه‌ها به نمادی از سقوط کابل، شکستن نظام، از بین رفتن حاکمیت قانون، عدم رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و همچنان پایان حضور 20 ساله نیروهای بین المللی در افغانستان تبدیل شد. پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2015 طالبان مجددا حملات خود را به موازی نیروهای دولتی آغاز می کنند. این بار القاعده جای خود را به دولت اسلامی داعش می دهد و حملات به مراکز فرهنگی از قبیل دانشگاه ها آغاز می شود. در اواخر حضور نظامی آمریکا در افغانستان، فساد موجود در نظام حکومتی، عدم ایجاد ارزش ها در نقاط دور افتاده و وابسته بودن حکومت مرکزی افغانستان به کمک های خارجی، عملاً حضور نظامی آمریکا در افغانستان را بدون نتیجه و بی پایان کرده بود.
ملا عمر رهبر طالبان که به کمک استخبارات پاکستان این جنبش را دوباره سازماندهی کرد و در سال 2002 شورش علیه دولت و نیروی ناتو بر راه انداخت. این شورش طالبان منجر به کشته شدن حدودی 66,000 نفر از نیروهای امنیتی افغان و بیش از 111,000 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته یا زخمی شدند که با سقوط کابل در 15 اگست سال 2021 میلادی با فرار اشرف غنی و نیروهای امنیتی افغانستان به طول انجامید. همچنان فساد در سطوح بالای دولت و نهادهای امنیتی افغانستان ریشه دار بود. این فساد نه تنها موجب تضعیف ارتش و نهادهای امنیتی شد، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز از بین برد. دولت افغانستان بر رهبری اشرف غنی هم نتوانست ثبات و حکومتی کارآمد را فراهم کند. بسیاری از نیروهای امنیتی از فساد و عدم پرداخت منظم حقوق شکایت داشتند. همچنان سیاسیون افغانستان که در تخریب نظام و فساد دست بالا داشتند آخر منجر به سقوط نظام شدند. طالبان در سالهای قبل از سقوط کابل عملیات نظامی و دیپلماتیک مؤثر را انجام داده بودند. آنها توانستند مناطق وسیع از روستاها و شهرهای کوچک را تحت کنترل خود درآورند. توافق دوحه، توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان در دوحه در سال 2020 نیز باعث تقویت طالبان شد. این توافق به آنها مشروعیت بین المللی داد و منجر به خروج نیروهای آمریکایی شد. مردم افغانستان پس از سالها جنگ و ناامنی، عدم حاکمیت قانون، زورگویی، فساد و رشوه امید خود را به دولت از دست داده بودند. بسیاری از مردم احساس می‌کردند که قانون، دولت توانایی دفاع از آنها را ندارد. پس از سالها درگیری در افغانستان، بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین المللی از این بحران خسته شده بودند و تمایل کمتری به سرمایه گذاری و کمک به دولت افغانستان داشتند و حمایت‌های بین المللی به دولت افغانستان نیز به دلیل فساد و ناکارآمدی و طوری مؤثر به دست نیروهای امنیتی نمی رسید. این عوامل در کنار هم باعث شدند که طالبان بتوانند به سرعت کابل را تصرف کرده و حکومت را در افغانستان به دست بگیرند. پاکستان از زمان شکلگیری طالبان در دهه 1990 به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی و استراتژیک به حمایت از این گروه پرداخته است. سازمان اطلاعات نظامی پاکستان یا ISI به عنوان یکی از مهمترین نهادهای پشتیبان طالبان شناخته می شود. این حمایت شامل آموزش، پناهگاه‌های امن، تسلیحات و مشاوره‌های نظامی بوده است. پس از سقوط طالبان در سال 2001 بسیاری از رهبران و اعضای طالبان به پاکستان پناه بردند و در مناطق مرزی این کشور با ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان فعالیت‌های خود را ادامه دادند. این پناهگاه‌ها به طالبان این امکان را داد تا با استفاده از مناطق امن در پاکستان حملات و عملیات‌های نظامی خود را در افغانستان سازماندهی کنند. پاکستان نقش مهمی در تسهیل مذاکرات صلح بین طالبان و ایالات متحده در دوحه قطر ایفا کرد. این مذاکرات در نهایت به توافق انجامید که منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شد. گزارش‌ها و تحلیل‌ها حاکی از آن است که پاکستان همچنان به حمایت از طالبان ادامه داده و در سقوط شهرهای افغانستان و نهایتاً کابل نقش داشته است. به همین دلیل روز اول حاکمیت طالبان جنرال فیض حمید رئیس استخبارات پاکستان به کابل آمد و به جهان وانمود کرد که پاکستان در سقوط کابل در مقابل هند کامیاب شده است. و همچنان قطر از سال 2013 میزبان دفتر سیاسی طالبان در دوحه بوده است.
این دفتر به عنوان مرکزی برای مذاکرات بین المللی و گفتگوهای سیاسی طالبان با دولت افغانستان، ایالات متحده و سایر کشورها عمل کرده است. این مذاکرات صلح بین طالبان و ایالات متحده که به توافقنامه دوحه در فبروری 2020 منجر شد، در قطر برگزار شد. این توافقنامه زمینه سازی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش درگیری ها بود، اما بسیاری معتقدند که این توافق باعث تقویت طالبان و تضعیف دولت افغانستان شد. قطر نقش میانجی را بین طالبان و جامعه بین المللی ایفا کرده است. این کشور به دلیل داشتن روابط خوب با هر دو طرف توانسته است به نوعی پلی بین طالبان و کشورهای غربی ایجاد کند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این کشور به دلایل استراتژیک و سیاسی به نوعی در تقویت موضوع طالبان نقش حمایت کننده داشته است. پاکستان و قطر به طرق مختلف در روندی که به سقوط کابل منجر شد نقش ایفا کردند. پاکستان با ارائه پناهگاه‌ها و حمایت‌های نظامی و قطر با فراهم آوردن فضای دیپلماتیک برای طالبان از عوامل کلیدی در تقویت این گروه و نهایتاً سقوط کابل بودند. هرچند این کشورها از نظر رسمی این اتهامات را رد کردند و نقش خود را در فرایند صلح و ثبات افغانستان توجیه کرده اند، اما شواهد و تحلیل‌های متعددی نشان می‌دهد که این حمایت‌ها در سقوط دولت افغانستان تأثیرگذار بوده اند. پاکستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی و استراتژیک و ویژه در ارتباط با نفوذ هند در افغانستان از طالبان حمایت کرد. این حمایت بخشی از استراتژی گسترده‌تری بود که به دنبال کاهش نفوذ هند و تضمین یک دولت همسو تحت کنترل پاکستان در کابل بود. سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021 به معنای موفقیت این استراتژی برای پاکستان بود. پس از سقوط طالبان پس از تسلط بر کابل اعلام کردند که قصد دارند حکومت اسلامی را تشکیل دهند. آنها وعده دادند که به حقوق بشر احترام خواهند گذاشت، اما بسیاری از افغانها و جامعه بین الملل نگران بودند که این وعده ها عملی نشوند. سقوط کابل در 15 اوت 2021 به عنوان یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شود که به پایان یک دوره 20 ساله از حضور نیروهای ناتو و حکومت مدنی تحت حمایت غرب در این کشور منجر شد. طالبان پس از به دست گرفتن کنترل کابل اعلام کردند که امارت اسلامی افغانستان را دوباره تأسیس کرده اند. آنها کنترل کامل دولت و نهادهای حکومتی را به دست گرفتند و یک شورای رهبری تشکیل دادند که در آن ملا هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبری عالی طالبان معرفی شد. جامعه بین المللی تا کنون از بر رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان خودداری کرده است. کشورهای مختلف نگرانی‌های در مورد حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنین تروریسم دارند. طالبان با چالش‌های متعددی در حکمرانی مواجه هستند، از جمله نبود تجربه کافی در مدیریت دولتی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین تداوم درگیری‌های داخلی با گروه‌های مخالف مانند داعش خراسان. یکی از مهمترین تغییرات پس از به قدرت رسیدن طالبان اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران بود. طالبان مدارس دخترانه را در بسیاری از مناطق بستند و محدودیت‌های شدیدی بر حضور زنان در جامعه کار و تحصیل اعمال کردند. رسانه‌ها تحت کنترل شدید طالبان قرار گرفتند. بسیاری از خبرنگاران مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تعدادی نیز دستگیر یا ناپدید شدند. رسانه‌ها مجبور به پیروی از دستورات طالبان شدند و محتوای آنها به شدت محدود شد. هزاران نفر از افغانها و ویژه کسانی که با دولت پیشین با نیروهای بین المللی همکاری داشتند تلاش کردند کشور را ترک کنند
این مهاجرت ها باعث بحران های انسانی در مرزهای افغانستان و کشورهای همسایه شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان با چالش های بی سابقه در حوزه های مختلف روبرو شد. شرایط سیاسی نامشخص، بحران های اقتصادی و اجتماعی، نقش گسترده حقوق بشر، وضعیت امنیتی شکننده چشماندازی این کشور را تاریک کرده است. طالبان در تلاش برای تثبیت حکومت خود و بهبود وضعیت داخلی خود هستند، اما عدم به رسمیت شناختن بین المللی و تحریم های اقتصادی این تلاش ها را پیچیده تر کرده است. وضعیت افغانستان همچنان ناپایدار و آینده آن نامشخص است.